آلت تناسلی آقا محمدخان قاجار را بریدن و ایشون را خواجه و اخته کردن. روایت‌های مختلفی در این زمینه منتشر شده، اما خب خیلی هاشون اصلا ضد و نقیضن و این رو در حاله‌ای از ابهام برای ما قرار میدن. ما در این ویدیو میخوایم این مسئله اخته شدن آقا محمدخان قاجار رو کاملا رمزگشایی بکنیم و ببینیم واقعا در چه سنی بودن و به چه دلایلی این اتفاق افتاده و به دست چه کسی این اتفاق افتاده. چیزی که اکثرا ما همیشه شنیدیم این بوده که عادل شاه در سن 7-8 سالگی آقا محمدخان قاجار رو اخته کرده و این تمام چیزیه که ما در این مورد شنیدیم. در صورتی که این مورد به خاطر اینکه به تاریخ ایران ما و تاریخ قاجار که حکومتی بوده 130 سال بر ایران حکومت کرده باید برامون مهم باشه، چون این یک اتفاق تلخ در تاریخ ایران محسوب میشه. ما در اینجا اومدیم و 3-4 تا روایات از این موضوع رو آوردیم. یک سری ها روایات ضعیفه و یک سری ها روایات قویه و میشه گفت دقیق ترین و منطقی ترین روایات رو گذاشتیم آخر ویدیو که از آقای تیلور تامسونه که یک روایت خیلی منطقی و با دلایل تاریخی رو منتشر میکنه که دیدگاه ما رو نسبت به این موضوع کاملا باز میکنه. بعد از این آقای ژانگوره اومده و تمام این دیدگاه‌ها رو در کتاب خواجه تاجدار خودش بررسی کرده و طبق شواهد تاریخی این رو مشخص میکنه که کدوم روایت واقعا میشه نزدیکترین به واقعیت باشه و ما در این ویدیو تمام اینها رو مطرح میکنیم. ما 1-2 تا روایات در ایرانی‌های خودمون داریم، یکی خانم امینه پاکروان و یکی آقای جعفر شهری و یک روایت دیگر هم داریم که میشه 3 تا روایات که فعلا در دست ما هست. این 3 تا روایات به نظر من روایات ضعیفه و خیلی توی این موضوع مانور ندادن و همون چیزی رو گفتن که ما همیشه شنیدیم که عادل شاه در سن 7-8 سالگی آقا محمدخان قاجار رو اخته میکنن و تنها دلیلی که شاید ما بتونیم برای این مسئله بیاریم اینه که مثلا دشمنی با هم داشتن، اما این واقعا قانع کننده نیست برای یک مسئله تاریخی، چون اخته شدن در اون زمان یک مجازات بسیار سنگین بوده و شما باید یک مجازاتی مرتکب می شدی که این تاوانش رو بدی. تاوانش این بوده که اخته بشی، از مردونگی بیفتی و آلت تناسلی شما رو ببرن و این باید بیشتر از اینها دلایل داشته باشه. تقریبا این 3 تا روایت ایرانی شباهتی با هم دارن و شبیهن و یک روایت رو مطرح میکنن، اما خب ما 2 تا روایت از افراد خارجی داریم در این موضوع که خیلی بیشتر بر این موضوع مانور دادن و خیلی منطقی تر دارن در این مورد صحبت میکنن. یکیش آقای گلدسمیت انگلیسیه، یکیش آقای تیلور تامسونه و یکیش هم آقای ژانگوره است که این 2 تا روایت رو تحلیل و بررسی میکنه طبق شواهد تاریخی. اگه بخوایم از کتاب خواجه تاجدار آقای ژانگوره شروع بکنیم، آقای ژانگوره در کتاب خواجه تاجدار خودش میگه که تاریخ در اون دوران در این مورد سکوت کرده و ما این رو باید بدونیم که چه در زمان دوره قاجار و چه در زمان زندیه و دوران آقا محمدخان قاجار که این اتفاق میفته، تاریخ نویس ها و تاریخ نگاران انگار بر اثر یک ترسی این موضوع رو در سکوت بردن، چون این مسئله چیزی هم نبوده که بگیم مردم اصلا نمیدونستن که همچین اتفاقی افتاده برای شخصی مثل آقا محمدخان قاجار، چون کسانی که این کار رو به آقا محمدخان قاجار کردن حتی میرفتن در عموم هم اعلام میکردن که آقا محمدخان قاجار رو به نوعی میشه گفت تحقیر بکنن و میشه گفت تمام مردم این رو میدونستن، حالا چه برسه به کسایی که تاریخ نگار بودن. اما خب یک ترسی بوده در اون دوران، یک تهدیدی بوده که هیچ کس جرأت نوشتن این مسئله رو نداشته. آقای ژانگوره میگه که فقط در کتابی به نام کتاب روزالصفا این مسئله به طور مختصر اومده، همونی که هممون شنیدیم که آقا محمدخان قاجار در 7-8 سالگی به دست عادل شاه اخته شده و هیچ دلایلی رو هم نمیاره که به چه دلیلی بوده و آقای ژانگوره میگه که این واقعا نمیشه دلیل و مدرک برای اینکه ما اعتماد بکنیم که در طول تاریخ این اتفاق افتاده طبق گفته روزالصفا و میگه که ما اگه دلیل رو بر این بذاریم که عادل شاه به خاطر کینه‌ای که از خاندان قاجار رو به خصوص پدر آقا محمدخان قاجار که آقا حسن خان قاجار باشه داشته، اومده که نسل آقا حسن خان قاجار رو از بین ببره که میشه پدر آقا محمدخان قاجار. اما خب اینجا میگیم که اگه هدف عادل شاه این بوده، پس چرا نیومده برادر آقا محمدخان قاجار رو اخته بکنه؟
چرا حسین قلی خان که برادر آقا محمد خان قاجار بوده رو اخته نکنه؟ چون حسین قلی خان تونست نسل پدرش رو ادامه بده و نسل قاجار رو ادامه داد، حتی به سلطنت هم رسیدن، تا این حد نسلشون ادامه پیدا کرد و قوی شدن. اما خب اگه هدفش از بین بردن نسلشون بود، چرا ایشون رو اخته نکرد؟ و اینجا روایت روزالصفا رو کلا رد میکنه و میگه این چنین اتفاقی نیفتاده. حتی آقای ژانگور این رو هم رد میکنه که این اخته شدن به دست عادل شاه بوده و میگه به دست یکی از قدرتمندهای طایفه زند بوده که در ادامه در روایت تیلور تامسون به این هم میپردازیم. بهتره بریم سراغ روایت سرهنگ گلدسمیت انگلیسی. آقای سرهنگ گلدسمیت انگلیسی در روایتش میگه که اصلا آقا محمد خان قاجار نه در بچگی اخته شده، نه به دست کسی اخته شده و نه دلیل خاصی داشته برای اخته شدن. آقای سرهنگ گلدسمیت و آقای ژانگوره این روایت که آقا محمد خان قاجار در خانه استرآبادی و به دست عادل شاه و در سن 7 سالگی اخته شدن، کاملا این رو رد میکنن و روایتی دیگر از سرهنگ گلدسمیت رو بیان میکنن که سرهنگ گلدسمیت در کتابشون میگن که آقا محمد خان قاجار نه به دست کسی و نه در سن بچگی و نه به دلیل خاصی اخته شدن. ایشون در جنگی که با محمد خان سوادکوهی که حاکم مازندران بوده داشته و با سربازان زد و خوردهایی داشتن، بر اثر ضربه‌ای که به آقا محمد خان قاجار وارد میشه ایشون اخته میشه و دلیلش رو هم بر این میذارن که در دوران تاریخ به خصوص وقتی که جنگ با شمشیر و نیزه بود، سربازان زیادی و حتی میشه گفت فرماندهان زیادی هم اخته میشدن، به خصوص سربازها خیلی هاشون اخته میشدن به خاطر ضربه هایی که بهشون وارد میشده. و اینجا هم میگه که بعید نیست که آقا محمد خان قاجار هم در جنگ قریه تنگسر این اتفاق براش افتاده باشه. اما خب ما باید یک نکته رو در نظر بگیریم که آقا محمد خان قاجار وقتی که به حکومت رسید یک کینه به شدت زیادی از خاندان زند داشت و حتی همشون رو قتل عام کرد که در ادامه حتما بهش میپردازیم. اما خب این کینه به خاطر چی بوده؟ ما اینجا بیشتر بر این میبینیم که احتمالاً یکی از خاندان زند این کار رو انجام داده، نه در جنگ قریه تنگسر بوده، نه به دست عادل شاه و در خانه استرآبادی بوده. و بعد از این باید بریم سراغ نظریه و روایت آقای تیلور تامسون که میشه گفت از دیدگاه خود من هم یک روایت کاملا منطقی طبق شواهد تاریخی هستش. اما خب آقای ژانگوره روایت سرهنگ گلدسمیت رو هم تا حدی رد میکنه، چون ایشون میگن که طبق این گفته شواهد تاریخی به این گفته نمیخونه و شواهد تاریخی با نظریه آقای گلدسمیت جور در نمیاد و باید بریم سراغ قوی ترین روایت در این حوزه که میشه آقای تیلور تامسون. آقای تیلور تامسون میگه که شیخ علی خان زند یکی از افرادی در طایفه زند بود که قدرتمند هم بود، خیلی زیبارو بودن. حالا عکسش رو هم اینجا میذاریم. آقای شیخ علی خان زند خیلی زیبارو بودن و دختری هم داشتن که ایشون هم خیلی زیبا بودن. آقا محمد خان قاجار عاشق دختر شیخ علی خان زند میشه و دختر شیخ علی خان زند هم دل رو به آقا محمد خان قاجار میده و این دو نفر انگار با هم فرار میکنن یا با هم میرن و خلاصه عقدی صورت نمیگیره. اگر هم عقدی صورت گرفته در حضور پدر و مادر و دوتا خانواده نبوده. در کل هم طایفه زند و قاجار با هم مشکل داشتن و اینکه این دوتا چجوری عاشق هم میشن و با هم فرار میکنن دلیلش 100% میتونه همون عشق باشه، چون عشق این چیزا رو نمیشناسه و اینها با هم انگار فرار میکنن، عقدی هم صورت نمیگیره. شیخ علی خان زند که این رو میفهمه و این رو هم بدونید که زفاف هم صورت میگیره و زفاف رو هم میگیرن بدون اینکه عقدی صورت گرفته باشه یا حداقل عقدی هم صورت گرفته باشه بین خودشون بوده و خانواده ها نفهمیدن و این کار در اون دوران و رسم و رسوم های اون دوران واقعا یک جنایات بسیار بزرگ محسوب می شده و می گفتن اگه اون پسر رو بگیریم، حالا چه آقا محمد خان قاجار باشه چه یک پسر عادی باشه، اگه اون پسر رو بگیریم کوچکترین مجازاتش اینه که اختش بکنیم. در این حد مجازات سنگینی داشته و در این حد یک جنایات سنگینی بوده. اما خب
در جنگی که آقا محمد خان قاجار که فرار میکنه انگار در این نظریه، یا بهتره بگیم نمیتونن آقا محمد خان قاجار رو بگیرن، و در جنگی که با پدر آقا محمد خان قاجار داشتن توسط شیخ علی خان زند، یا بهتره بگیم افراد زندیه، سر پدر آقا محمد خان قاجار رو میبرن و سرش رو از تنش جدا میکنن و در همون جنگ آقا محمد خان قاجار رو هم اسیر میکنن و در همونجا میخواستن آقا محمد خان قاجار رو بکشن که مادر آقا محمد خان که اسمش جیران بوده به التماس کردن میفته که پسر ارشد من رو نکشید و کورش نکنید، چون در اون دوران کور کردن و اخته کردن یک چیز کاملا عادی بوده. حتی ما در فیلم هایی هم که در صدا و سیمای خودمون هم پخش میشه خواجه داریم و این خواجه به معنی اینه که آلت تناسلی مردونشون رو بریدن و این یک مجازات بوده. غیر از مجازات، افرادی هم، مردهایی هم که در حرم سراها کار میکردن باید خواجه میشدن و اخته میشدن. اینجا مادر آقا محمد خان قاجار به پای شیخ علی خان زند، یا حداقل میشه گفت افراد زندیه میفته و میگه نکشید، کورش نکنید، و اونا هم به خاطر التماس های مادرش مجازات رو پایین میارن و میگن پایین ترین مجازاتی که ما میتونیم برای این جنایت و این پسر در نظر بگیریم همین اخته کردنه. و همونجا جلاد رو صدا میکنن، جلاد دشقی میاد و آقا محمد خان قاجار رو اخته میکنه و بعد از اخته کردن آقا محمد خان قاجار سر پدر آقا محمد خان قاجار رو هم میبرن و در تهران به دست کریم خان زند میدن. و این روایات میشه گفت نزدیکترینه. چرا؟ چون دلیل ناموس داخلش بوده، دلیل عقد نکردن و انجام دادن زفاف داخلش بوده. و ما وقتی که به مسئله ناموس در اون دوران میپردازیم، این مسئله اخته شدن آقا محمد خان قاجار برامون منطقی تر میشه، چون این دوتا، این اخته شدن و مسئله ناموس کاملا با هم در ارتباطن. چون گفتیم اگه عادل شاه بود که این عادل شاه نبود، این نظریه اصلا رد میشه. اما خب اگر دلیل رو بر این بگیریم، اگه عادل شاه این کار رو کرده و قصدش از بین بردن نسل قاجار بوده، چرا برادر آقا محمد خان قاجار رو اخته نکرد؟ اگر در جنگی بوده، چرا شواهد تاریخی این رو تایید نمیکنه؟ و خیلی مسائل دیگه. و تنها نظریه‌ای که میتونیم تایید بکنیم طبق شواهد تاریخی و رسم و رسومات اون دوران همین نظریه آقای تیلور تامسونه. اما خب کینه‌ای هم که آقا محمد خان قاجار به طایفه زندیه و به خصوص کریم خان زند داشته، باز هم این موضوع رو تایید میکنه که آقا محمد خان قاجار به دست یکی از افراد زندیه اخته شده و این دلیل کینه‌های به شدت زیاد آقا محمد خان قاجار که ما در ویدیوی آقا محمد خان قاجار گفتیم که چه کینه‌ای داشتن و چرا انسان بیرحمی بودن و اونجا کامل در مورد حکومتداری آقا محمد خان قاجار توضیح دادیم. اما خب مسئله اینجا جالب میشه که مادر آقا محمد خان قاجار یعنی جیران، آقا محمد خان قاجار رو به شمشیر و قرآن قسم میده و بهش میگه به شمشیر و قرآن سوگند بخور که طایفه زند رو تا 7 نسل بعدیشون نابود بکنی، حتی اقوام درجه هفتمشون رو هم به نابودی بکشی، حتی به نوزادها هم رحم نکنی. و آقا محمد خان قاجار بعد از این که به قدرت میرسه و میخواد انتقام پدرش و انتقام اخته شدن خودش رو، بلاهایی که سرشون میاد رو بگیره، میره و بعد از این که پادشاه میشه تمام خاندان زندیه رو قتل عام میکنه، از کوچیک و بزرگ و نوزاد و حتی نوکرهای خونهشون که حتی از زندیه ها نبودن اونها رو هم با بچه هاشون میکشه. به یک قتل عامی راه میندازه که واقعا میشه گفت یک قتل عام بزرگ بوده. حتی به گوشش میرسه بعد از اون دوران که افرادی تک و توک در ایران از زندیه باقی موندن و به تمام حکام ایران دستور میده که اگر کسی از نزدیکان خودشون، حتی اقوام درجه هفتم، اقوام نزدیک و یا آشناهاشون از زندیه باشه و آقا محمد خان قاجار رو مطلع نکنه، از وسط شقه میشه. و این دستوری بوده که آقا محمد خان قاجار داده که هر کسی زندیه ها رو بشناسه و به من نگه، خودش رو هم از وسط شقه میکنه. و واقعا همین کار رو میکرد. و در روایات و
کتب تاریخی داریم که آقا محمد خان قاجار بسیار بیرحم بودن و واقعا میشه گفت یکی از بیرحمترین پادشاهان تاریخ ایران بودن. البته طبق سختی هایی هم که کشیدن و دوران سختی هم که در زندان در اسارت دوران زندیه و کریم خان زند داشتن و شکنجه هایی که شده، اون اخته شدن و بریده شدن سر پدرش که سرش رو میبرن برای کریم خان زند و کلا این اتفاقات واسه هر کسی بیفته بیرحم میشه. بیرحم بود. کینه آقا محمد خان قاجار و بیرحم بودنش در این حد بوده که بعد از اینکه به قدرت میرسه دستور میده که آقا محمد خان قاجار دستور میده که قبر کریم خان زند رو بیارن جلوی پله خونش، اونجا بذارن قبرش رو و اونجا قبرش بکنن که هر صبح که آقا محمد خان قاجار از خونش بیرون میاد پاش رو بذاره روی قبر بذاره روی کریم خان زند و نوک شمشیرش رو بکوبه روی قبرش که کریم خان زند در گور بلرزه. البته در ویدیوی کریم خان زند هم کاملا به حکومتداری کریم خان زند اشاره کردیم که البته از حق نگذریم کریم خان زند یک فرد عادلی بودن و مردم هم از حکومتش راضی بودن، اما خب این ماجراها در کل تاریخ اتفاق افتاده، حتی الان هم این اتفاقات میفته و ما خودمون شاید ازش خبر نداریم. اما خب در مورد اون اتفاقی که گفتیم که عاشق دختره میشه آقا محمد خان قاجار رو و نظریه تیلور تامسون و اینا، تاریخ در این مورد سکوت کرده و واقعا ما اسم دخترها رو نمیدونیم کی عاشق شدن، کی این کار رو انجام دادن و اصلا دختر چندم شیخ علی خان زند بود، چجوری بود، اصلا هیچی نمیدونیم و ما فقط میتونیم یه نظریه بدیم طبق شواهدی که اگه اینها رو مثل یه پازل کنار هم بذاریم به یک نظریه میرسیم که باز هم این نظریه هم قابل تایید نیست اما منطقی ترینش. یک پسر بچه اسیر در دنیای بیرحم در زندانهای شیراز روزی به یکی از قدرتمندترین پادشاههای تاریخ ایران تبدیل میشه و همچین چیزی چطور ممکنه؟ آقا محمد خان قاجار مردی بود که با دستای خودش تاریخ ایران رو تغییر داد. تصمیم‌هایی که گرفت نه تنها مسیر ایران بلکه آینده سلطنت‌های بعدی رو هم تغییر داد. با من همراه باشید تا ببینید چطور این مرد ایران رو از فروپاشی نجات میده. آقا محمد خان قاجار بنیانگذار سلسله قاجاریه بود. حکومت قاجاریه حکومتی بود که حدوداً 130 سال بر ایران حکومت کردند و یک حکومت طولانی مدتی رو داشتند. آقا محمد خان قاجار در سال 1178 هجری شمسی یا به عبارتی دیگه در سال 1799 میلادی حکومت قاجاریه رو تأسیس کرد. آقا محمد خان قاجار از برجسته ترین و شناخته شده ترین و جنجالی ترین چهره های شخصیتی تاریخی ایرانه که از نظر خیلی از مورخان و تاریخ نگاران یک پادشاه بسیار جنجالیه. آقا محمد خان قاجار در دورانی تونست شاه بشه که ایران بعد از مرگ کریم خان زند در یک دوران آشوب و به هم ریختگی شدیدی بود، دقیقاً مثل دوران نادرشاه افشار که بعد از مرگ نادرشاه افشار یا بهتره بگیم بعد از قتل نادرشاه افشار به دست حلقه اطرافیان خودش حکومت نادرشاه باز مثل قبل از نادرشاه به هم میریزه و در همین آشفتگی کریم خان زند میاد و این آشوب ها رو آروم میکنه و حکومت رو در دست میگیره و بعد از کریم خان زند آقا محمد خان قاجار این کار رو میکنه. اما خب آقا محمد خان قاجار کمی اوضاعش فرق میکرد چون کریم خان زند خودش یکی از فرماندهان مهم نادرشاه افشار بود، اما آقا محمد خان قاجار در زندان بوده و یک نوجوان بوده که از بچگی در زندان بوده و در دوران نوجوانی ایشون کریم خان زند حکومتش دچار افول میشه که اینها رو بعداً توضیح میدیم. در ویدیوهای نادرشاه افشار و کریم خان زند داستان اونها رو هم به طور کامل توضیح دادیم. اما خب آقا محمد خان قاجار حکومت قاجاریه رو تأسیس میکنه، یک حکومتی بوده که تأثیراتی بر ایران داشته. پیش از به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار
ایران در دوران نادرشاه افشار و بعدش هم در دوره‌های افشاریه و زندیه قرار داشت. نادرشاه افشار که ایران را از حملات خارجی نجات داده بود و یک امپراتوری بزرگ در آسیای مرکزی تأسیس کرده بود که در ویدیوی نادرشاه افشار کامل توضیح دادیم. بعد از مرگ ایشون، ایران وارد دوره‌ای از بحران و هرج و مرج شد. حکومت افشاریه که به دست نادرشاه افشار تأسیس شده بود، بعد از مرگ ایشون تضعیف شد و ایران دچار تجزیه و بی‌ثباتی شد. در دوران زندیه، خاندان زند که رهبری اون به دست کریم خان زند بود، سعی در برقراری نظم و وحدت در ایران داشت. کریم خان زند به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران، با وجود اینکه خودش هم سلطنتی خودخوانده برپا کرده بود، تلاش داشت تا سیستم حکومتی رو به طور غیر متمرکز و با توجه به ویژگی‌های قومی مختلف ایران اداره بکنه. اما بعد از مرگ کریم خان زند در سال 1174 قدرت در دست افراد مختلفی افتاد و درگیری‌های داخلی شدت گرفت. آقا محمد خان که از نسل قاجار بود، در دوران زندیه به اسارت در اومده بود و در زمان ضعف دولت زندیه به تدریج شروع به گردآوری نیروهای خودش و کسب قدرت در مناطق شمالی ایران کرد. قاجاریه در ابتدا یک ایل ترک زبان بودند که در شمال ایران مستقر بودند و تحت رهبری آقا محمد خان تبدیل به یک نیروی قوی نظامی و سیاسی در ایران شدند. آقا محمد خان قاجار در نخستین روزهای زندگی خودش در زندان بوده، همراه با کل خانوادش. اما ماجرای این چی بوده؟ در دوره سقوط نادرشاه افشار، ایل زندیه و ایل قاجاریه برای به کرسی قدرت نشستن با هم درگیر میشن که البته چیز عادی در اون دوران بوده که وقتی یک حکومتی سقوط میکرد، ایلهای قدرتمند در اون دوران با هم درگیر میشدن برای به دست آوردن قدرت. اما خب دو تا از مهمترین ایلهایی که با هم درگیر بودن و قدرتمند هم بودن، ایل قاجار و ایل زندیه بود که ایل زندیه و کریم خان زند تونستن قدرت رو در دست بگیرن. پدر آقا محمد خان قاجار آرزوی شاه شدن رو خیلی در سر داشت، اما این آرزو به پسرش رسید و آقا محمد خان قاجار تونست که بعد از کریم خان زند شاه بشه. اما خب به همین دلیل درگیری های دوران سقوط نادرشاه، وقتی کریم خان زند به قدرت رسید، کل خانواده آقا محمد خان قاجار رو اسیر میکنه و به زندان شیراز منتقل میکنن و در زندان شیراز بودن. یعنی آقا محمد خان قاجار از بچگیش تا دوران نوجوانی و جوانیش هم در زندان اسیر بوده و خب در دوران نوجوانی تا جوانیش شاهد افول حکومت کریم خان زند بود و از این فرصت استفاده میکنه و اصل قضیه از اینجا شروع میشه. دوستان به یک نکته توجه بکنید. بعضی از تصاویر، یا میشه گفت تقریبا تصاویری که استفاده شده با هوش مصنوعی ساخته شده و اگر چهره ها شباهت 100% ندارن، به بزرگواری خودتون ببخشید. این مسئله و این تولید تصاویر با هوش مصنوعی برای بهتر درک کردن و بهتر احساس کردن محیط اون دوران بوده که بهتر مطلب به ذهن ما بنشینه. آقا محمد خان قاجار با فرار از زندان و بعدش هم اتحاد با نیروهای مختلف قاجار تونست در مناطقی از ایران به ویژه در شمال کشور موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. ایشون در پی شکست خاندان زندیه و به ویژه لطفعلی خان زند که آخرین شاه زند بود، در سال 1176 هجری شمسی یا بهتره بگیم 1797 میلادی به تهران حمله کرد و این شهر رو تصرف میکنه. به دنبال اون آقا محمد خان در سال 1178 هجری شمسی در تهران تاجگذاری کرد و سلطنت قاجاریه رو بنیانگذاری کرد. اون در همین دوران تونست به تدریج مناطق مختلف ایران رو تحت کنترل خودش در بیاره و حکومت خودش رو از تهران به عنوان پایتخت جدید ایران مستقر بکنه و آقا محمد خان
با سرکوب مخالفان داخلی و بعدش هم با استفاده از استراتژی‌های نظامی تونست سلطنت خودش رو تثبیت بکنه. در دورانی که آقا محمدخان قاجار در زندان به سر می‌برد که گفتیم از بچگی تا دوران نوجوانی و جوانیش در زندان بود، شاهد سختی‌ها و تلخی‌های خیلی زیادی بود و میشه گفت سختی‌های به شدت زیادی کشیده بود و همین باعث شده بود که یک پادشاه بیرحم ازش بسازه، یک انسان بیرحم ازش بسازه و این تأثیر خیلی زیادی بر حکومتداری و رهبری ایشون کرده بود. یعنی ایشون دارای ویژگی‌های خاصی از نظر رهبری و حکومتداری بودن. خیلی بیرحم بودن، خیلی سختگیر بودن و خیلی هم منظم بودن و انسان نظم دوستی بودن که در ادامه متوجه این خواهیم شد. اما خب یک رهبر بیرحم رو اون دوران زندان بار میاره، آقا محمدخان قاجار رو خیلی بیرحم میکنه و یه نکته دیگه هم که هست، آقا محمدخان قاجار یک نفرت خیلی شدیدی از کریم خان زند داشته، به همون دلایلی که گفتیم که خانوادش رو در زندان میندازه و خلاصه در دوران سقوط نادرشاه افشار با هم درگیر بودن و خلاصه ظلم هایی که میشه، کشتار هایی که میشه و خون و خونریزی هایی که میشه، این نفرت ها رو به وجود میاره و دوم این که چون در زندان سختی های زیادی توسط حکومت زندیه و کریم خان زند کشیده بود، این نفرت زیاد و زیادتر میشه. حتی در بعضی روایات اومده که بعد از مرگ کریم خان زند و به قدرت رسیدن آقا محمدخان قاجار، آقا محمدخان قاجار دستور میده که قبر کریم خان زند رو نبش قبر بکنن و بیارن جلوی پله اقامتگاه آقا محمدخان قاجار بذارن و اونجا قبرش بکنن که آقا محمدخان قاجار هر روز که بیرون میاد اولین قدمش رو روی قبر کریم خان زند بذاره و با نوک شمشیرش بر روی قبر کریم خان زند بزنه که کریم خان زند در گور بلرزه و تا این حد این نفرت زیاد بوده. اما خب روایات مختلفی در این موضوع وجود داره. ایشون از یک سو فردی بسیار محاسبه‌گر و با دقت در تصمیم گیری بود و از سوی دیگر هم برای برقراری نظم و انضباط در کشور از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کرد. آقا محمدخان قاجار خودش رو به عنوان یک فرمانده نظامی برجسته و یک سیاستمدار تیزبین معرفی کرد. اون برای حفظ قدرت خودش با سرکوب مخالفان و تهدیدات داخلی به شدت عمل میکرد. آقا محمدخان همچنین تونست اعتماد گروه‌های مختلف اجتماعی را جلب کنه و در این راه به ویژه در میان طبقات نظامی و قبیله‌ای نفوذ زیادی داشت. علاوه بر این به نظر میرسه که اون همزمان با افزایش قدرت سیاسی خودش به دنبال ایجاد یک دولت قوی و متمرکز بود که بتونه در برابر تهدیدات خارجی به ویژه از سوی روسیه و عثمانی ایستادگی بکنه. یکی از مسائل مهمی که آقا محمدخان قاجار خیلی بهش توجه میکرد مبارزه با تهدیدات خارجی بود. ایشون ارق خاصی روی وطن داشتن انگار و ارق خاص و تعصب خاصی روی مرزهای وطن داشتن و میخواستن که از این چارچوب کشور محافظت بکنن. البته یه نکته هم که هست اینه که در دوران حکومت قاجاریه تنها پادشاه، میشه گفت تقریبا تنها پادشاهی که اینجوری بوده همین آقا محمدخان قاجار بوده. ما بقیشون انگار خیلی اینجوری نبودن که در ویدیوهای بعدی حتما بهش میپردازیم. اما خب یکی از این تهدیدات روسیه بود. روسیه به قفقاز خیلی چشم داشت. قفقاز در مناطق شمالی ایران بود و روسیه بهش چشم داشت، اما خب آقا محمدخان قاجار نمیذاشت که دستش بهش برسه، که البته بعداً یک معاهده‌ای بعد از مرگ آقا محمدخان قاجار نوشته میشه که همه برنامه‌ها رو به هم میزنه. بعد این مطلب حتما تعریف میکنیم. اما خب روسیه در کل خیلی میخواست که در ایران و به خصوص شمال ایران نفوذ داشته باشه و میشه گفت به طور کلی در ایران نفوذ زیادی داشته باشه و خب سعی میکرد این نفوذ رو با معاهده‌های استراتژیک به دست بیاره.
که تا آقا محمد خان قاجار بود خیلی نمیتونست، اما بعد از اون تونست که در مطالب بعدی حتما توضیح میدیم. آقا محمد خان ابتدا با استفاده از جنگ‌ها و سیاست‌های نظامی تونست در برخی مناطق در برابر روس‌ها مقاومت بکنه، اما در نهایت در معاهده گلستان که در 1813 میلادی که بعد از مرگ ایشون منعقد شد، ایران بخش‌هایی از خاک خودش رو به روسیه واگذار میکنه. این معاهده یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ ایران بود که باعث شد قسمت‌هایی از قفقاز از جمله گرجستان و داغستان از ایران جدا بشن. در کنار روسیه، امپراتوری عثمانی هم یکی از رقبای بزرگ ایران در دوران آقا محمد خان بود. آقا محمد خان در برابر تهدیدات عثمانی هم مقاومت‌هایی نشون داد و درگیری‌هایی در مرزهای ایران با عثمانی‌ها داشت. اما خب در دوران سلطنت ایشون جنگ‌ها به شکل گسترده‌تری با عثمانی‌ها ادامه پیدا نکرد، ولی در دوره‌های بعدی ایران مجبور به امضای معاهداتی با عثمانی‌ها هم شد. یکی دیگه از مسائل مهمی که آقا محمد خان قاجار خیلی روش مانور میدادن مسئله حکومت مرکزی در ایران بود. ایشون میگفتن که باید ایران یک حکومت مرکزی مقتدر داشته باشه. باید کل کشور بر طبق قوانین اون حکومت مرکزی باشن و اینجوری نباشه که فلان خان فلان جا یا فلان سران قبایل فلان جا چون بزرگ اونجا هستن اون منطقه به دستور اونها به چرخه و قوانین اونها رو داشته باشه. که البته در دوران گذشته خیلی این شکلی بود، اما آقا محمد خان قاجار میگفتن نباید اینجوری باشه. دستور باید دستوری باشه که برای همه صادر میشه و مرکزیه و یک حکومت مرکزی مقتدر باید در ایران تشکیل بشه که البته تونستن این کار رو هم بکنن که با خانهای محلی و سران قبایل محلی درگیری‌ها و اختلافاتی داشتن، اما سرانجام خانهای محلی و سران قبایل مجبور به تسلیم در برابر دستور آقا محمد خان قاجار شدن و نتونستن خیلی دووم بیارن. یکی از اقدامات مهم ایشون اصلاحات در ساختار ارتش ایران بود. اون ارتش قاجار را به یک نیروی نظامی قدرتمند تبدیل کرد و برآوردهای تاریخی نشون میده که ارتش اون از سازماندهی و کارآمدی بالایی برخوردار بود. این ارتش نه تنها در برابر تهدیدات داخلی مثل شورش‌های محلی ایستادگی می‌کرد، بلکه در مبارزات خارجی هم تونستند تا حد زیادی ایران را از تهدیدات خارجی محافظت بکنند. در سطح داخلی آقا محمد خان همچنین به شدت به برقراری نظم و قانون در مناطق مختلف ایران توجه داشتند. اقدامات ایشون برای جمع‌آوری مالیات و اعمال محدودیت‌هایی بر خانهای محلی باعث شد تا حکومت مرکزی قاجاریه بتونه بر بخش‌های مختلف کشور تسلط بیشتری پیدا بکنه. مسئله بعدی که آقا محمد خان قاجار خیلی روش مانور میدادن مسئله به نظم درآوردن ایران بود. اول ویدیو گفتیم که آقا محمد خان قاجار پادشاهی بسیار بیرحم بود، بسیار سختگیر و بسیار نظم دوست بودن. البته رابطه بین سختگیری و منظم بودنشون دقیقاً با هم مرتبطن و در ارتباطن، چون به خاطر همین سختگیری هاشون بوده که تونستن ایران رو منظم بکنن و با سرکوب‌های شدیدی که به خانهای محلی و سران قبایل محلی میکردن تونستن این نظم رو به وجود بیارن. حالا چرا با سرکوب خانهای محلی؟ این نظم بیشتر مبتنی بر این میشه که کل کشور یکی باشه، همه در یک جهت باشن. به خاطر این خانهای محلی رو سرکوب میکرد، چون بزرگهای اون مناطق به دستور خودشون میخواستن کار رو جلو ببرن و این یک به هم ریختگی در کشور ایجاد میکرد که هر جایی یه جوره، هر خانی یه تصمیمی داره و ایشون نمیخواستن اینجوری باشه و تونستن این کار رو هم بکنن. با سرکوب‌های شدیدی که به خانها میزدن تونستن ایران رو به نظم در بیارن و این واقعا یک دستاورد قابل توجهه. اما ایشون در زمینه سیاست خارجی شکست‌هایی هم داشتن. شکست‌های ایران در برابر روسیه که منجر به از دست رفتن بخشایی از خاک ایران شد، یکی از اصلی ترین شکست‌های دوران حکومت آقا محمد خان به شمار می‌رفت.
این امر موجب شد که ایران از لحاظ جغرافیایی سیاسی آسیب‌های زیادی رو ببینه و تغییرهای زیادی هم پیدا بکنه. اما خب میرسیم به مسائل دیگه دوران آقا محمدخان قاجار. یکی از مسائل مهم دیگه‌ای که آقا محمدخان قاجار خیلی براشون تلاش کردن بازسازی اقتصاد و مسائل اجتماعی مردم بود. به مسائل اقتصادی و نظم دادن به مالیات هایی که از مردم میگیرن خیلی اهمیت میداد و خیلی بر این تاکید داشت که این نظم اقتصادی و مالیاتی حتما باید درست بشه و خب تلاش های زیادی هم در این حوزه انجام دادن. اما خب به اون صورت که بگیم خیلی موفق بودن نه، اما یک دستاوردی داشتن که برای همین مهم بودن اقتصاد و نظام مالیات گرفتن و اینجور چیزا واسه شون مهم بود، تونستن اون آشوب و هرج و مرج بعد از مرگ کریم خان زند رو حسابی آروم بکنن و کشور رو به نظم در بیارن و خب تا حدودی هم مردم راضی بودن، چون همین که تلاش میکردن که اقتصاد رو اوکی بکنن این خودش خیلی زیاده، کاری که الان خیلی ها اصلا انجام نمیدن و حتی حکومت های چه الان چه قبلی و در کل دنیا منظورمه شاید انجام ندن. اما خب ایشون واسه شون مهم بوده که معیشت مردم بهتر بشه، اقتصاد بهتر بشه، در بازسازی اقتصاد تلاش میکردن ولی خب خیلی زیاد هم موفق نبودن، حالا بر سر یه دلایلی. اما خب مسائل بعدی، یکی از مسائل مهم دیگه هم مسئله روابط بین المللی بود که باز هم در این زمینه خیلی موفق نبودن. اما خب دلیل این که خیلی موفق نبودن در این حوزه این بود که وقتشون زیاد نبود. مثلا الان ما پادشاه داریم 50-60 سال پادشاه بوده، اما خب ایشون وقت و زمان خیلی کمی پادشاه بودن و زمانشون خیلی کم بود. تا خودشون زنده بودن مقابل روسیه و عثمانی ها خیلی مقاومت کردن تا زمانی که خودشون زنده بودن. چون بعد از اینکه خودشون فوت کردن 2 معاهده خیلی مهم و تأثیرگذار که همین الان هم تأثیرش بر کشور ایران هست امضا شد. یکیش معاهده گلستان بود، یکیش هم معاهده ترکمنچای که معاهده گلستان با روسیه نوشته شد و مناطقی از قفقاز به روسیه داده شد. مناطقی مثل داغستان و گرجستان و خیلی از مناطق قفقاز که اون موقع شمال ایران بودن به روسیه داده شدن و مناطقی خیلی خیلی استراتژیک بودن برای ایران. حداقل میشه گفت در اون زمان مناطقی خیلی استراتژیک برای ایران بودن. اما خب تا زمانی که آقا محمدخان قاجار خودشون زنده بودن با عثمانی ها و روس ها خیلی جنگیدن و مقابله های زیادی انجام دادن. اما خب گفتم دوران قاجار رو فقط من خودم به شخص دوران قاجار رو فقط آقا محمدخان قاجار رو یک پادشاه سفت و محکم میبینم، ما بقیشون شل بودن. همین توی دوران ناصرالدین شاه که روس‌ها به ایران حمله کردن مردم خودشون میرفتن میجنگیدن. و این یعنی چی؟ یعنی شما دولتی باشی که یه دولت دیگه بیاد بهت حمله بکنه، انقدر خودت تکونی ندی که مردمت، قبایل کشور خودت از جاهای مختلف برن و خودشون با روس‌ها بجنگن. و نوادگان آقا محمدخان قاجار این شکلی بودن. از فتحعلی شاه که پسر آقا محمدخان قاجار بود خیلی دیگه اوضاع نرم شد، اون سختگیری ها نموند. اون سختگیری هایی که آقا محمدخان قاجار انجام میدادن و بیرحم بودن اینا نموند. و به نظر من کشوری که سختگیر و بیرحم نباشه حکومتش، فساد در اون کشور زیاد میشه. چون منی که میخوام یه کاری انجام بدم ترسی ندارم، ترسی از این ندارم که آقا محمدخان قاجار میاد سر منو میبره و این خیلی مسئله مهمیه. و در همین مسئله بمونیم، نتونستن با روس‌ها و عثمانی‌ها بعد از آقا محمدخان مقابله بکنن و 2 معاهده قشنگ با یه امضا تمومش کردن. بفرما مال شما، همینقدر راحت. اما خب مسئله دیگه‌ای هم که هست اینه که آقا محمدخان توسط حلقه اطرافیان خودشون کشته شدن و این دقیقاً مشابه با
نادرشاه افشار. در ویدیوی نادرشاه افشار گفتیم که نادرشاه افشار در اقامتگاه خودشون، اقامتگاه موقت بود فکر بکنم، در اقامتگاه خودشون توسط حلقه اطرافیان خودشون شب موقع خواب به قتل رسیدن. در اینجا هم مسئله آقا محمد خان قاجار همینجور صدق میکنه و توسط یکی از نوادگان خودش به اسم فریدون خان به قتل میرسن. البته روایات مختلفی در این مورد موجوده، اما خب میدونیم که توسط نزدیکان خودشون به قتل رسیدن. حالا 2-3 تا نظریه در این مورد وجود داره. نظریه اول و طبق نظر مورخان اینه که اختلافات درون خانوادگی بوده که باعث این قتل شده. نظریه دوم اینه که هم اختلافات درون خانوادگی بوده و هم به خاطر سختگیری هایی که آقا محمد خان قاجار در دربار انجام میدادن و بیرحم بودن باعث دشمن تراشی شده. نظریه های دیگری هم هست، اما خب تمام نظریه ها در چهارچوب این 2 تا نظریه خلاصه میشن. ولی خب مسئله مهم اینه که توسط حلقه اطرافیان خودش در دربار به قتل میرسه و بعد از ایشون فتحعلی شاه که پسر آقا محمد خان قاجار بوده به حکومت میرسه. ولی خب فتحعلی شاه اصلا اون سرسختی و سختگیری و بیرحم بودن پدرش رو به ارث نبرده بود و ایشون خیلی نرمتر رفتار میکردن و این حکومتی که آقا محمد خان قاجار پایه‌گذاری کرده بود حدوداً 130 سال بر ایران حکومت کردند که از آقا محمد خان قاجار تا فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه هم ادامه پیدا کرد و تأثیراتی هم بر ایران داشت، چه مثبت چه منفی. اما خب از نظر شخص من آقا محمد خان قاجار به در بخورترینشون بین پادشاه‌های قاجاریه بوده. حالا این نظر شخصی منه و هر کی یه نظری داره. اما خب مسئله آقا محمد خان قاجار رو به نظرم از اینجا تموم بکنیم. البته یه نتیجه گیری آخری هم داریم، اما خب یک تحلیل میراث به جاماندهی آقا محمد خان قاجار هم بود. اون رو صلاح ندونستم بذارم چون خیلی طولانی میشه ویدیو و نیاز نیست واقعا انقدر طولانی بشه. اما خب یه نتیجه گیری کلی بکنیم. وقتی نادرشاه افشار فوت میکنن، کریم خان زند و قوم قاجار با هم درگیر میشن. قوم کریم خان زند پیروز میشن، کریم خان زند پادشاه میشه، خانواده آقا محمد خان قاجار را زندانی میکنن و بعدها در زندان وقتی که کریم خان زند فوت میکنه و حکومتشون افول میکنه، آقا محمد خان قاجار از اونجا فرار میکنه. یه نفرت به شدت زیادی از کریم خان زند داشته و البته یه نکته رو اشاره بکنم، این مسائل خیلی طولانیه، خیلی جزئیات داره و ما به جزئیاتش نمیپردازیم، این رو حتما بدونید. و از زندان فرار میکنه، برمیگرده به منطقه خودشون. اونجا یک گروهی رو تشکیل میدن، یک گروه قدرتمند نظامی رو تشکیل میدن، میان چندین بار به تهران حمله میکنن، دوباره حکومت زندیه به اینا حمله میکنه و در نهایت قاجاری ها پیروز میشن، حکومت رو در دست میگیرن، اصلاحاتی در ایران انجام میدن، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی، و بعد هم با عثمانی و با روس‌ها درگیر میشن تا زمانی که آقا محمد خان قاجار خودشون زنده بودن مقابله کردن. اما بعد از فوتشون 2 تا معاهده امضا میشه به اسم معاهده ترکمنچای و گلستان که بخشایی از ایران به روسیه و عثمانی داده میشه، بخشای استراتژیک ایران، و بعد همینجوری میگذره. این جنگ‌ها و این مسائل بوده و در نهایت آقا محمد خان قاجار توسط یکی از نوادگان خودش به اسم فریدون خان به قتل میرسه و مسئله آقا محمد خان قاجار اینجا خاتمه پیدا میکنه و میرسه به فتحعلی شاه که اون میشه مسئله ویدیوهای بعدی ما. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و با ما همراه بوده باشید. دوستتون داریم و حتما نظرات خودتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. البته یک نکته رو عرض بکنم خدمتتون که ویدیوهای ما شاید به صورت خیلی کامل نباشه و طبق ویدیوهای قبلی هم که گفتیم، این ویدیوها اگه مطالب جدید و مطالعات جدیدی در این حوزه انجام بدیم و نیاز ببینیم که باید یک ویدیو جدید دنباله‌دار همین ویدیو بسازیم، حتما این کار رو میکنیم. پس اگر نکته‌ای یا مسئله‌ای جا مونده حتما در کامنت ها به ما یادآوری بکنید که ما در اون مسئله، در اون مورد مطالعات خودمون رو انجام بدیم
و بتونیم به خدمت شما دوستان عزیزمون ارائه بدیم. دوستتون داریم و تا یک تاریخ مکتوب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یارتون باشه و دشمن هزار. دوستتون داریم و خدا نگهدار.